پنجمین محرک تقابل هست یا کانترست. بحث کانترست در حقیقت توی تلویزیون نگاه بکنید وقتی که میزنید تفاوت بین گراف نور روشن و تیره رو بیشتر میکنه. این در حقیقت هنر نمایش تفاوت‌ها و تضادها هستش از طریق ایجاد تمایز مناسب. یه چیزی ما در این موضوع داریم که هر چقدر چارچوب بندی تضادها مناسب تر باشه، رویکرد با نسبت به دریافت بازخورد مناسب تر و مطلوب تر بیشتر خواهد بود. یه ایده داریم بهش میگن ایده سطح انطباق. سطح انطباق در حقیقت یه استانداردیه که در ذهن ایجاد میشه برای سنجش هر چیزی. مثلا در نظر بگیرید که یه وزنه رو شما بلند میکنید، یه وزنه 40 کیلو رو بلند میکنید، براتون بسیار سخت به نظر میاد بار اول. ولی وقتی که شما میاد یه وزنه 20 کیلویی رو بلند میکنید، چون در ذهن شما اون وزنه 40 کیلویی استقرار پیدا کرده و ملاک سنجش و استاندارد شده، وزنه 20 کیلویی براتون خیلی سبکتر در نظر گرفته میشه. آقای هری هلسون یه ایده‌ای داشته، یه نظریه ارائه کرده به اسم نقطه خنثی در طیف حسی، خصوصا سطحی که عضو حسی نسبت به اون انطباق یافته. انطباق باعث تغییر حس و درک ما از محیط میشه. این مضمونش اینه، میگه آقا شما در نظر بگیرید یه ظرف آب یخ دارید، توش پر یخه. وقتی دستتون رو میکنید تو آب یخ و نگه میدارید، دستتون به اون آب عادت میکنه. خب وقتی دستتون از اون آب در میارید و دستتون رو وارد یه سطل دیگه میکنید که اون آب با آب محیطتون همسان و همگن هست، احساس میکنید میزان گرمای اون آب از میزان گرمای هوایی که درش هستش بیشتر خواهد شد. اینو بهش میگن سطح انطباق. حالا این رو به این خاطر به خدمتتون عرض کردم که اشاره‌ای داشته باشیم به مبحث احساس. شما هر چیزی که در اینجا باید سر کار دارید، احساستون حکم میکنه و این استانداردهایی که حس برای شما ایجاد میکنه میشه ملاک تصمیم گیریش. پس اون به اصطلاح تفاوت‌ها و تمایزها سوژه رو راحت‌تر میکنه برای شما برای تصمیم گیری بهتر. تکنیک های خاصی رو براش میتونم مثال بزنم که جزء محرک های تقابل هم محسوب میشه، که یکیش بحث مقایسه قیمت هاست، بحث مقایسه هزینه، انرژی به کار رفته، مقایسه منابع، بحث تلاش فردی با دیگران، گزینش و نسبیت و مقایسه ریسک ها. به چه طریق؟ شما مثلا در ارتباط با هزینه ها، موقعی که با طرف مقابل صحبت میکنید، توی رایزنی میتونید بگید آقا قیمت این 500 تومنه، ولی یعنی در حقیقت هم زمان و هم هزینه ها رو بالا اعلام بکنید و بعد در قیاس با اون استانداردی که برای طرف مقابل ساختید یه هزینه پایینتر با زمان کمتر رو به نتیجه برسونید. یا مثلا یه تخفیف خوب براش قائل بشید به طریقی که بتونید اون سیستم رو براش تغییر ایجاد بکنید. یه استاندارد سازی در حقیقت با ارزش بالاتر و بعد یه آوانسی محرک برای قبول اون فرایند تازه. بخوام بهش اشاره بکنم، تو خیلی از چیزها ما در حال حاضر میتونیم این رو ببینیم. مثال خوبی شاید نباشه متاسفانه، ولی ما در فروش خودرو در کشور شاهدی همچین موضوعی هستیم. هم خودرو بسیار گرانه و هم محدوده و هم شیوه فروشش خاص که این بعداً دوباره بهش برمیگردم و راجبش توضیح میدم خدمتتون. یه بحثی داریم به اسم بحث محرک علت. محرک علت در حقیقت اون چیزیه که مغز از شما میپذیره برای قبول پیشنهاداتتون. خیلی خدمتتون عرض کردم قرار ما به روشی با طرف مقابل صحبت کنیم که در فاز تحلیل و بررسی وارد نشه، قشای مغز رو کاملا غیر فعال بکنیم، با آمیگدالش طرف باشیم. مثالایی که در این مورد وجود داره، میگه آقا هر چقدر پول بدی آش میخوری.
یعنی در حقیقت میگیم یه واحد سنجش میذاریم، علت و یه معلول براش قرار میدیم که میشه آش، پول دادن و آش خوردن، قیمت و کیفیت. میتونیم در ارتباط با کمیابی محصولی صحبت بکنیم که همون بخش قبلی که میخواستم اشاره بکنم اینجا بیشتر به کار میاد. بحث این که چیزی در دسترس کمتر باشه تقاضای بیشتری رو خواهد داشت به عنوان محرک علت. یا فقط گزارش میان خدمتتون از میگم به مدت محدود، فروش به مدت محدودتر که این باعث افزایش انگیزه میشه، و یا تعداد محدود، مجموعه بی‌نظیر یا متمایز که هر کدوم از اینا باعث ایجاد یه سنجش و به اصطلاح تفاوت بین اون چیزی که هست و اون چیز واقعی ایجاد خواهد کرد. هر چه انحصاری تر باشه تحریک بیشتر میشه. بهش اشاره بکنم اینجا با مثالهای قبلی. بحث هزینه و قیمت به عنوان محرک‌های علت، قیمت کنونی به مدت محدود، تعداد محدود، منابع محدود، کمیابی یا انحصاری بودن موضوع، اتفاق قریب الوقوع، رقابت و اطلاعات جدید، همه اینا جزو محرک‌هایی هستش که میتونیم استفاده کنیم ازش. کاری باید با فکر بکنیم که طرف مجال فکر کردن نداشته باشه. اگر شما مسیجی دریافت میکنید که به مدت محدود میتونید ثبت نام بکنید و قبلش باید 100 میلیون 300 میلیون پول بریزید برای خودرویی که میدونید به اسمتون در نمیاد، این یکی از محرک‌های علی هستش که خودروسازی ازش استفاده میکنه. مثال بسیار ملموسی هستش که میشه بهش اشاره کرد. از این گونه فعالیت ما خیلی داریم. کمیاب بودن خیلی از چیزهایی که تو فروشگاه ها میریم و میبینیم از توی سبد ها حذف شده و نیست، و وقتی که میاد تقاضا وقتی افزایش پیدا میکنه، شما میری دفعه بعد بخری میبینی بین 25 تا 50% افزایش قیمت پیدا کرده که از همین محرک علت استفاده میکنن ازش. در این زمینه دیگه شما منتظری نخواهید بود که آقا ببینم حالا چی میشه، چون میبینید نیست شروع میکنید بخرید. محرک بعدی و فکر میکنم انتهایی باشه محرک امید هستش یا هوپ، که بحث کاملا سایکولوژیک هستش، روانشناختی هستش، ترکیبی از آرزوها و انتظارات مثبت در انسان. آقای چارلز رفسون در حقیقت یه کارخونه بزرگ داشتن، یه جمله خاص دارن در بیزنسشون که میگن در کارخونه لباس تولید میکنیم، در فروشگاه امید میفروشیم. در حقیقت با این موضوع دستشون رو گذاشتن رو بخش احساسی مشتریاشون. مثال های از این گونه بخوام براتون بزنم که خیلی هم کاربردی هستش، بحث شخصی ماست که من خیلی علاقه دارم بلیت بخت آزمایی بخرم. بلیت بخت آزمایی اگر 1 میلیون خریداری بشه، شاید، البته 1 میلیون خیلی بیشتره، ولی عدد 1 میلیون رو در نظر بگیریم، یک فرصت برای برد وجود داره. طبق آمار این اصلا قابل اندازه گیری نیست. 1 میلیونیوم یک شانس. تو لاتاری ها، توی به اصطلاح کازینوها، اینها همش موارد مشابهی هستش که از محرک امید استفاده میشه. بعضی‌ها رو در ما ایجاد میکنن، بعضی‌ها رو ما خودمون در خودمون ایجاد میکنیم. وقتی که میریم بلیت بخت آزمایی میخریم، میدونیم برنده نمیشیم، ولی تمایل به این داریم که ببینیم خب حالا چه خواهد شد. اومدیم و شد. در حقیقت اون امیده داره به ما این انگیزه رو میده که بریم وارد یه همچین محیطی بشیم که میدونیم 1 احتمالات بسیار پایینه، 2 داریم پولمون رو هدر میدیم. وقتی ما میریم اونجا بلیت بخت آزمایی رو میخریم، به احتمال 1 میلیونیوم قضیه میتونیم برنده باشیم، در بقیه اوقات ما بازنده ایم، ولی باز به خاطر اون امیدی که در سر داریم بهش تن در میدیم و میریم انجامش میدیم. در حقیقت ما روی منطق، استدلال و تفکر شناختیمون پا میذاریم با انجام این کار. این به عنوان یه هینتی هستش که ما ازش استفاده بکنیم برای طرف مقابل، با در حقیقت انگیزه دادن به امیدهایی که طرف میتواند داشته باشد، مسیر رو در طرف متقاعد سازی میسرتر بکنیم.
عناصر محرک در بخش امید میتونن خوشبختی باشه، میتونه زمان بیشتر باشه، سلامتی باشه، استقلال، اهداف و آرزوها باشه، ترس هایی که میتونه در ما ایجاد بشه، میتونه موفقیت هایی باشه که در آینده میتونه شکل بگیره، امیدواریم البته، میتونه ثبات باشه، ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی یا هر چیز دیگه ای که ازش استفاده میکنن. یه ریفر بدم که خیلی هم جامع هستش این و این تکراری، همه این چیزهایی رو که به ما میدن ریاست جمهورها در ابتدای اون کاندیداتوریشون به مردم القا میکنن و مردم بر همون اساس بر امیدهای واهی وارد میشن و رأی میدن و بعد میبینن نه هیچ خبری نیست. ولی این روند تکراری است و هی تکرار میشه. از همین محرک های به اصطلاح انگیزشی امید به اصطلاح استفاده میشه برای بقیه کارهایی که میخوان انجام بدن. در ادامهش بحثای جلوگیری از ضرر و سود. وقتی که ما راجع به یک مذاکره صحبت میکنیم عموما تمرکزمون برای سود هستش، سود خودمون اول و بعد سود طرف مقابل و یا جلوگیری از ضررهایی که میتونه براش اتفاق بیفته. یا در یک کمپانی وقتی شما با کارمندتون صحبت میکنید و بهش قول ارتقا و ترفیع شغلی و موقعیت‌های شغلی رو میدید، در حقیقت دارید بهش امید برای آینده رو میدید که بتونه ازش استفاده بکنه. تأکید میکنم روی این موضوع که آنچه که ما قرار است به عنوان امید به طرف مقابل بدیم باید در جهت مثبت باشه. اگر در جهت مثبت باشه آمیگدال فعال میشه و طرف به سمت تجزیه و تحلیل نمیره. ولی اگر خلاف این امر صورت بگیره و موضوع به سمت منفیگرایی پیش بره، عملا بحث تهدید، بحث خطر، بحث ریسکا دوباره توسعه پیدا میکنه و این افکار از سمت آمیگدال به سمت غشای مغز پیش میره برای تحلیل. این تا اینجا 7 عاملی بود که من خیلی سریع عنوان کردم. امیدوارم وقت کافی گرفته باشیم از دوستان. خوب بوده امیدوارم. عالی.